نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دیگرم هیچ نباشد. بنده حمد خدا و درود و رحمتی بی پایان بر روح پیغمبری برگزیده خاتم النبیین یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و برادران اهل اسلام، مهمانان خانه خدا، آیان روز جمعه، طبق وعده جمعه گذشته که جمعه باب ذکر چند از وقتها جمعه پیشینه گذشته، انشاءالله این جمعه تا با وقت نماز باز در این باب صحبت دوام میدهیم، چون که ذکر الله بهترین کار است و بهترین عبادت است. همچنان که صحابه جلیل القدر سلمان فارسی رضی الله عنه را صحابه پرسید که ای سلمان، گفت از همه کار بزرگتر و عمل بزرگتر در نزد الله چیست؟ سلمان فارس در جواب اون صحابه فرمود که آیا قرآن میخونی؟ آیا از قرآن تو بیخبر هستی؟ گفت میخونم. گفت اگر قرآن که میخونده باشی، الله عزوجل در قرآن بیان میکنی الله اکبر، همین بزرگترین و بزرگترین عمل بزرگترین از الله است، یاد الله است. الله جلال در سوره مبارکه بیان میکنند که همه هاش در ذکر میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا واسبحوه بکرة وأصیلا. صدق الله العظیم. الله جلال در این آیه سوره مبارکه احزاب بیان میکنند همه بنده‌هاش مشاهده میکنند که کسانی که شما آن آیه بیان من و دانش من دانید یا ایها الذین آمنوا کتاب نزول فتح برای ماست، کتاب نزول فتح مسلمان هاست. یا ایها الذین آمنوا نور الله بیانتلا بکنید شما خیلی بیان آله شما ذکر کنید یاد به ذکری کثیر ذکر بسیار و سبحوه بکرة وأصیلا و تسبیح عملیار با پاکی یاد کنید در شبانه روز از پیش سر و از پیش بیاد. سبحوه بکرة وأصیلا هم اسمی و از هم اسمی سر شما خدا پاکی یاد سبحان الله و بحمده و هر سر مراتب بگوییم چند از ثواب زیاد دارد. الله عزوجل باز جای دیگر قرآن در سوره انفال صفت مؤمنها را میگوید، صفتی داری محبان الله هستند، اونهایی که زاغان الله هستند. خدا بیان می‌کند که استغفر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. صدق الله العظیم. باز در سوره مبارکه انفال الله عزوجل باز به ذکر دعوت می‌کند شماری کسانی که ان المؤمنون خدا بیان می‌کند به حقیقت مؤمن‌های حقیقی مسلمان‌های اونهایی که وحدانیت را ایمان دارند محبان الله هستند، الذین زان هستند شخصی اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وقتی الله ذکر الله وجلت قلوبهم در دل آنها حقا پیدا در دل آنها توفیق پیدا شود. و اذا تلیت آیاته در صفت مؤمن‌ها همین است که وقتی تلاوت آیات قرآن می‌کنند یا تلاوت آیات حاضر می‌شوند تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، ایمان اونها نور ایمان اونها می‌شود. ایمان در ایمان که همه برابر است، اما نور ایمان و زیاد شود که صحبت قرآن گوش انداختن سبب در دل پیدا شدن محبت الله صادته ایمان و علی ربک توکلون. و اون مؤمنان حقیقی وایی که مؤمن حقیقی هستند، مسلم حقیقی هستند و علی ربک یتوکلون، اونها بر پروردگار توکل کننده هستند. اونها کسانی هستند که این خرافات پس نیستند، خرافاتچی نیستند و ایرو و تشابه کار دارند و ربهم یتوکلون، ها پروردگار توکل کننده هستند. یعنی در همه امور، در همه کارهای خود فقط الله عزوجل وکیل می‌گیرد. نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا الله پسنده است ما را پروردگار و نعم الوکیل و چی خوب وکیل است الله، نعم المولا و نعم النصیر و چی خوب ما و چی خوب مدد کنند. فقط و فقط الله است. بغیر از الله فریادی نیست. بغیر از الله در نصف شب در هیچ کس چادر نیست، فقط در رحیمی و رحمانی پروردگار شب و روز برای ما و شما قدر شده است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردند اذا مررتم بریاض الجنه فارتعوا
خواهو بیرجن رسول الله صلی الله علیه وسلم بکردیگانت من ادارتون وقتی که زرگاه شما افتاد و باغهای جنت بیاد جنت اگرگان باغ جنت شما کیتین و باغ جنت شما کی ورود کرده داخل شدید تقعو از باغهای جنت خوب شما استفاده بکنید از میوه های خوب استفاده بکنید از باغ جنت شما نفع بگیرید رسول معظم صلی الله علیه و سلم صحابه پرسید ولا یعد الجنت ای فرستاده خدا اون ریاض جنت او باغهای جنت در دنیا کدام است و در باغهای جنت نعمتهای جنت در دنیا نیست جنت مکان همی خداوند نعمتهای در او خلق کرده است که ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر جنت مکانی است که نعمتهایی دارد که نعمتهای جنت هیچ چشمی بیننده ندیده است و هیچ گوشی شنونده واسه نعمتها شنیده است ولا خطر علی قلب البشر بر دل هیچ کس هم فکر اون نعمتها نگذشت آنچنان نعمتها و راحتهایی که در جنت هم سرشته است و یا رسول الله صحابه هست باغهای جنت در دو کدام است رسول اکرم فرمود که در حلقه های ذکر حلقه ذکر حلقه های ذکر حلقه هایی که در اونجا جمع میشوند مسلمان ها آدم های به ایمان آدم های با تقوا که هم مسلمان انشاءالله که با تقوا است اما تقوای اولیاء الله از تقوای مردم عامی و مردم حتی خیلی از زمین تا آسمان فرق دارد حلقه های ذکر باغهای جنت است شما از خوب استفاده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان یعنی اون جایی که میز همچنان نشسته که ما و شما در اینجا داریم در این چقدر معلوم زیاد این حلقه ذکر است این حلقه هست در این ما ذکر الله میکنیم یاد الله میکنیم حلقه هست که در این حلقه ما و شما بغیر از الله بغیر از سخنهای اسلام و رسول الله مجتهدین البته دیگر سخنی در اینجا ضرورت و حاجت نداریم الله ذوالجلال صفت منافقا را بیان کرد در سوره نساء خدا بیان کرد که منافق کسی است که اصلا منافق کیست منافق کسی را میگویند که در ظاهر مسلمان است اما در باطن کافر در ظاهر و مثل مسلمان هاست در ظاهر و مثل مسلمان ها تمام رفتار اسلامی را و جا میارد اما در باطن نعوذ بالله از ایمان خالی از کافر است او را منافق گفته میشه المنافق فی الدرک اسفل من النار اگر کافرها در دوزخ و همه برابر باشند اما منافق در طبقه پسترین دوزخ جایگیر است بسیار حالش بد است که منافقین در همه دور زمانها هستند اونها کیستند الله ذوالجلال صفت اونها را در قرآن بیان کرد که استعیذ بالله در سوره مبارکه نساء و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا صفت منافقین است یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا صدق الله العظیم خدا بیان میکند که منافقین و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا کسانی هستند که وقتی که به نماز اراده نماز کنند در نماز بسیار کسالا با تنبلی میرود آوازی از آن میشنود پروایی ندارد آوازی از آن میشنود هوش به همون گاو و مال و مرغی خودش است این صفت منافق است این خدا بیان میکند اگر در هر کسی این صفت باشد بداند که صفت نفاق در وجود انسان است و نفاق از کفر بدتر است و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا وقتی که به نماز قائم شود تنبل ناخوش یا اخیری نماز را میامد دریاب میکند یا نماز دریاب نمیکند یا قضاش میکند هوش به همون کار دنیوی است نمازش قضا میکند حالا که او بنده باریم آگاه بشود که این نماز امر کیست عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحابه جلیل القدر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود زمانی که آواز اذان میشنید رنگ و روی مبارک تغییر می‌یافت و تغیرت لونه و ارتعدت فرائسه همه پیوندهاش در لرزه می‌آمد رنگ و روش دیگرگون میشه
چشماش پر آب میشد، لرزه در بدن پیدا میشد. در جای خود آواز اذان که میشنید مینشست، دیگر قدم زده نمیتونست. صحابه پرسیدند که یا ابن مسعود، ای پسر مسعود، چی حالت است که در وقتی اذان گفتن رنگ روی تو تغییر می‌یابد، چشمهای تو پر آب میشود و فرایض تو، پیونده های تو میلرزد؟ حضرت بیان کردن که نماز عبادتی هست که بنده در نماز با خدا راز و نیاز میگیرد، بنده در نماز با خدا تماس میگیرد، همچنان که کسی به کسی به واسطه یک تلفن سخن میکند، با شوق و رغبت که آواز یک دیگر بشنود، بنده در نماز با خدا سخن میگوید. و این اذان صدای ملکوتی است، اذان صدای هست که بنده را دعوت میکند که ای بنده مسلمان، 4 مراتب صدا میزند که الله اکبر. ای مسلمان آگاه باش که الله اکبر خدا بزرگ است، غیر از خدا بزرگی دیگری نیست. بزرگی فقط و فقط صفت پروردگار است. الله اکبر، خدا بزرگ است. 4 مراتب. دنیا عبارت است از 4 طرف است، شرق و غرب و شمال و جنوب. 4 مراتب در 4 اطراف دنیا صدا میزند که الله اکبر، خدا بزرگ است. اگر بنده مسلمان واقعی باشد، ایمان در وجود یا نور داشته باشد، میگه ای کار من تو را ترک میکنم که خدا بزرگ است، خدا مرا دعوت کرده است. الله اکبر. 2 مراتب دیگر مؤذن صدا میزند، اشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدهم که نیست خدای بغیر از یک خدا، و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است. 2 مراتب دیگر اشهد ان محمد رسول الله. 2 مراتب دیگر مؤذن صدا میزند حی علی الصلاه، ای مسلمان شتاب کو به سوی نماز. ای ایت الی الصلاه، حی علی الصلاه، شتاب کو به سوی نماز. 2 مراتب دیگر مؤذن صدا میزند که حی علی الفلاح، ای مسلمان ای ایت الی الفلاح، ایت الی النجات، ای مسلمان تو شتاب کو به سوی نجات، به سوی نجات، به سوی رستگاری شتاب کن، حرکت کن. مؤذن صدا میزند و دعوت میکند. عبدالله بن مسعود گفت وقتی که صدا را میشنوم، اگر یک بنده دعوت کند، امروز ببینیم اگر یک بنده دعوت کند، ثروتمند باشد، بوی باشد، صاحب منصب باشد، وزیر باشد، پادشاه باشد، چقدر بنده خودش آرا و تارا میکند و یک آداب خوب با پیش رو میرود، از او یک توقع دارد، یک طمع دارد که در پیش رو خودش خوب نشان بدهد. یا برای یک معرکه شکمش پر کرده، بعضی از دیهات میبینی که در نماز شام، در نماز عصر همگی 4-5 نفر نمازخوان است، اما اگر یک توی باشد، معرکه باشه، میبینی چند صد نفر آدم در اونجا نشستگی است، برای شکم حرام پر کردن. اما دعوتی که به سوی الله است، ما و شما آگاه باشیم که از آن دعوت به سوی الله است که بنده بیاید به خالق خودش راز و نیاز بگوید. عبدالله بن مسعود چنین میگفت وقتی که به پیش یک مخلوق رفتن، انسان اگر چقدر ترس و هراس دارد، وقتی که دوست حقیقی ما و شما را وقتی که دعوت میکند در نماز با او سخن بگوییم، بنده چگونه باید که نماز بخواند، چگونه به شوق و رغبت و ذوق قدم زده به نماز بیاید. نه اینکه مثل منافق باری آواز اذان را بشنوه و خودش به کرکی با اندازه، آواز اذان را بشنوه و هیچ به همو اشیای خونش سردار بکند، سرگردانی بکند. این علامت منافق است. این خدا میگوید، یگان بنده نمیگوید. خدا میگوید که و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وقتی که قایم شود، وقتی که اراده نمازخوانی کند، قاموا كسالى، به طرف نماز تنبل و تنبل، سوست و دل ناکشم و ناخواهم قطعی قدم زده به مسجد میره، یا یک بهانه میکند. همین طریق هست بعضی از بیچاره بینمازا یا کاهل نماز
یا منافق است در بعضی جا که دیدگیش میگه نماز بیا در صف بس میگه حضرت میگه پشوکم به نمازه میشه پشوکت بالا تاگیش بدر که با بالاگیش نماز خون در صف بس اکم مزان نیسته هزار یک بهانه میره از رحمت خدا دور از سعادت دور به نصیب شدگی وگرنه با 5-10 دقیقه نماز خواندن با تو چی مشکلات میشود بدنت را پاک میکنی لباست را پاک میکنی قلبت پاک میکنی مکانت را پاک میکنی بوی پایان بوی دهان بوی افلاسی همه از تو دور میشود پاک میشه آیا این نماز با تو یک مشکلاتی میارد یا لباس به نماز یا دیگر هزار عذر آوردن میگیرد اما برای روزگار و زندگیش باشد از سحر تا بگر جان میکند برای نماز نه حضرت مولوی جنون اولیای خدا میگفت همان بدر دجا محبوب معبود همان ماه شب 14 دوست داشته الله همان بدر دجا محبوب معبود برفتن پای او بر عرض میسود زمانی که مریض موت شد از کتفه ها برداشتن فضل ابن عباس علی رضی الله عنه پاهای مبارک برداشتن گفت نه پاهای مرا بگذارید که از ثواب قدم زدن مسجد محروم نمانم پاها آویزان کشاله و مسجد برد رسول اکرم همان بدر دجا محبوب معبود برفتن پای او بر عرض میسود برای دین نمان از بندگی ها تو چون پیرو به این شرمندگی ها به نزدی هر طعام پهلوانی و وقتی طاعتت رنگی زنانی روی کوها به عزمی بیل دسته و مسجد می شود پایت شکسته کشی چون گاو دایم بار دنیا شوی در خدمتی مولا کسلها حضرت مولای جنون بسیار خوب گفته است همچنان که حضرت میگه الحال زنده است و همین ما و شما را دیده این سخنا را گفته ایستاده است و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا صفت منافی دیگر صفتش چیست یراؤون الناس ولا یذکرون الا قلیلا یراؤون الناس در مردم خودنمایی میکنند در مردم نشان میدهند یراؤون الناس عمل خوبش در مردم نمایش میدهد اما عمل بدی و پنهان مستور میگن در ظاهر به گناه نشان میدهد اما در باطن هیچ ذره اخلاص در وجودی نیست یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا او ذکر خدا نمیکند مگر اندکی در پیش مردم ذکر خدا میکند خم راست میشود اما دلی او از رحمت و از مغفرت و از تجلی و از نور ایمان چی از دلی او خیلی و خیلی خراب است این صفتی منافق است الله ذوالجلال باز در سوره طه انسان‌هایی که از ذکر او روی گردان هستند او را وصف کرد و بیان کرد استعذ بالله فمن اتبع هدای ولا یضل ولا یشقی خدا بیان میکند ای مسلمان ها این آیت در دوام آیتی هست که حضرت آدم و حوا در سوره مبارکه طه آمدگی است در اخیر وقتی که آدم و حوا را که اونها را که به زمین انداختن و بین یکدیگرشان عداوت برپا شد بین مار و طاووس و آدم و حوا در دوام آیه ها خدای هدایت‌یافته به همه مسلمان تا قیامت گوش زد میکند مسلمان و غیر مسلمان که فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی خدا بیان میکند که کسی که از بنده های من تابع هدایت بشود هدایت چیست؟ هدایت فقط در قرآن است راه راست فقط قرآن بیان کرده است عدل فقط در قرآن است آداب و اخلاق و آدمگری و انسانگری و خوبی و رحم و شفقت و همه نیکی هایی که در دنیا وجود دارد همه در قرآن است
فمن اتبع الهدى، کسی که تابع هدایت، تابع قرآن و تابع حبیبی الله بشود، تابع قرآن، تابع حدیث، قولهای مجتهدین. خدا چی گفت؟ فلا یضل ولا یشقی، او بنده هرگیز گمراه نمی شود، ولا یشقی، بدبخت هم نمی شود. کسی که تابع قرآن شد، تابع رسول الله، سنت رسول الله شد، تابع قول مجتهدین شد، تابع صحابه شد، تابع صالح شد، تابع دوستان الله شد، خدا میگوید فلا یضل ولا یشقی، او هرگیز گمراه نمی شود، ولا یشقی، هرگیز بدبخت هم نمی شود. اما انسانی که بنده که از هدایت دور شد، از قرآن دور شد، از ذکر دور شد، از سخنهای رسول الله دور شد، حالی چی می شود؟ این سوال الله ذوالجلال خودش جواب نگرداند که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. خدا بیان میکند که و من اعرض عن ذکری، ای بنده های من، و الا اگر کسی که تابع هدایت نشد، اعراض کرد از ذکر من، ذکر هم به معنای قرآن است، هم به معنای نماز است، هم به معنای عبادت است، هم به معنای یاد خدا است. خدا میگه و من اعرض عن ذکری، کسی که روی گردان، پشت گردان از دین، از قرآن، از نماز، فإن له معیشة ضنکا، معیشتی و زندگی و پرمشقت می شود، زندگی و خراب می شود، حیاتی او بے برکات و خراب می شود، خانه او خراب می شود، جین خانه و شیطان خانه می شود. اون خانه دیگر برکتی ندارد، اون خانه دیگر آسایشتگی ندارد. همین بیدین های دنیا خواه در هر جای دنیا که نباشند، بچه خاطر گرهی میکشند، بچه خاطر بنگ میزنند، بچه خاطر شراب مینوشند، بچه خاطر زنا میکنند، بچه خاطر قمار میبازند. بچه خاطر؟ به خاطر که اونها اعصاب اونها آرامش پیدا کنند. برای در کازینو قماربازی میکنند که اعصابی و قلبی و آرامش پیدا کنند، لیکن نه، آرامش پیدا نمیکنند. او قمار حرام است، او زهری بدنش میشه کوی یافتگی. یا به شراب نوشی باشد، اندک پس از مست شدن از حیوانی که وقتی ایمان هوشش به سر زد، و چی میشود؟ حالی او چی میشود؟ در حالتی که او مست است، او در قطار انسان نیست. بعدی او حالی او چی میشود؟ یا زنا هم کی باشد، یا مواد مخدر هم استفاده میکردگی باشد. انسان‌های هستند که از همون ذکر تجلی، ذکر الهی در قلب اونا وجود ندارد. ولی مسلمان قلب او، اعصاب مسلمان به تلاوت قرآن و ذکر الله آرامش پیدا میکنند. اونها آرامش ندارند، تا به جای رفته میرسد که خودکشی نسبت به مسلمان ها در غیر دین ها آنچنان زیاد است که حسابی ندارد. از ناآرامی دل، ناآرامی عصب، آیسته آیسته با چیکار میکند؟ رفته همین دنیا از او شومش میشود، بعدش میآید خودش هلاک میکند. خواب و گز است، خواب و اوکال است، خواب و مثلا که چیزهای دیگر است، پاک است، یا خودش کشال میکند، همین طریق خودش نابود میکند. با چه خاطر؟ همون ویتامین ذکر الله در قلبی و در عصبی او نمیرسد. خدا بیان میکند که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید ای بنده های من، خدا میگن فقط به ذکر من دلهای شما آرامش پیدا میکند. اگر ذکر من در دلهای شما نباشد، دلهای شما آرامش پیدا نمیکند. خدا بیان میکند که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی. روز قیامت او بنده که از ذکر الله، از نماز، از قرآن، از حدیث، از اینها پشت گردان به اینها، روز قیامت که از قبر که میخزد محشور میشود،
هر دی چشمای او کور است، چشماش کور است. این خدا بیان میکند که و نحشرهم یوم القیامت اعما. قال لما حشرتنی قال ربی، بنده میگوید که قال ربی، ای خدایا پروردگارا آفریدگارا، لما حشرتنی اعما، با چه خاطر مرا کور تو محشورم کردی؟ در دنیا و قد کنت بصیرا، در دنیا من چشم بینا داشتم، در دنیا با چشمها قطع میدیدم همه. و خدایا با چه خاطر تو مرا در این روز قیامت محشورم کردی هر چشمها کور است؟ قال خداوند جل جلاله جواب او بنده چی میگوید، او کور چی میگوید؟ در جواب میگوید قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. خدا بیان میکند که آره بنده من، تو در دنیا بینا بودی، در دنیا چشم تو میدی، اما او چشم تو در جای درکاری صرفش نکردی. تو چشم صرف نکردی که قدم زده به مسجد بیای نماز با جماعت بخونی. چشم تو استفاده نبردی در تلاوت قرآن، او چشم استفاده نبردی به خواندن احادیث رسول الله، چشم استفاده نبردی به مدرسه تا که برای تعلیم بگیری، چشم تو استفاده نبردی به خدمت مسلمان ها و پدر و مادر کسب حلال، بلکه او چشم ها چی دوخته دایر بر حرام دردنی. قال كذلك، بله همچنین آتتک آیاتنا فنسیتها، وقتی که آیاتهای ما به سوی تو آمد خدا میگوید فنسیتها، تو با باد فراموشی انداختی. گفتی های وقت نماز شد، وقت جمعه شد، گفتی بعد بخوانم مالی داری خیلی که کجا بدم در یخبندی و بعد پروایی نکردی، آیت قرآن پروا نکردی، حدیث رسول الله پروا نکردی، با باد فراموشی انداختی. هرچی قدر علما که جان و کف گرفته بیان کردن گفتن از حقیقت تو پروایی نکردی. و کذالک الیوم تنسی، خدا میگه امروز ما هم پروایی تو نداریم. و کذالک الیوم تنسی، امروز ما تو را فراموش کردیم، همچنان که در دنیا تو مرا فراموش کردی، خدا میگه من هم امروز تو را فراموش کردم. تو از جمله فراموش شدگان هستی. بنده چیکار میکندی؟ حضرت مولوی جنون خدا رحمتش کند، همین آیه های سوره مبارکه طه را در معدن حال بیان کرده است و مصرعها برای ما و شما ساده کرده فهمانده بیان کرده است که همین تفسیر آیه مبارکه را که خدا میگوید ذکرن آن که رو تابد به دنیا و فردا حشر سازم زشت و اعما، زیر خاک خیزد دیده اش کور، دلش گشته سیه چون لیل بی نور، کند ناله همان بنده به مولا که حکمت چیست چشمم کرده اعما، با دنیا داشتم دو چشم روشن که کردی کورش دارنده ای من. خدای گوید ای مخلوق نادان، با دنیا دادمت نعمت فراوان، بدادم دست و پا و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا، بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی، زی ذکری ما شدی تو روی گردان، به امر نفس با فرمان شیطان، به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این چقدر زیبا حضرت مولوی جنون همین تفسیر سوره مبارکه آیه های مبارکه طه را چگونه خوب بیان کرد. و دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. یعنی او بنده که
معایز از ذکر خدا باشد حال او بگی چگونه هست. ذکر الله در دل انسان، در دل بنده مسلمان نور پیدا میکند. هر چقدر که مسلمان ذکر زیاد بکند دل او نورانه میشود، قلبی او آرام میگیرد، اعصابی او آرام میگیرد، رزق روزی او فراخ میشود، زیاد میشود. اون چی است در نزد ملکوت چی است قدر و قیمت پیدا میکند. الله ذوالجلال باز در آیه دیگر میگوید که استعیذ بالله در سوره مبارکه احزاب باز در باب ذکر خدا میفرماید والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. خدا بیان میکند که والذاکرین الله کثیرا، مردهایی که ذکر بسیار میکنن، ذکر الله میکنن. و ذاکرات، بعد این مردها خدا زنها را بیان کرد. ذاکرات زنهای ذکر کننده، زنهای عبادت کننده. ذاکرات زنهایی که ذکر خدا میکنن، زنهایی که یاد الله میکنن، زنهایی که در تسبیح و تحلیل مشغول هستند. چنین زنها در تاریخ خیلی و خیلی زیاد هستند. کدام جمعه در باب حضرت رابعه بصری تاریخش بیان کردگی بدیم که چگونه در ذکر الله حضرت بیان کردگی بدیم. حضرت رابعه بصری که آنچنان در ذکر الله فرو رفتگی بود که حتی در همون خانه فقیرانه کنیزانه که در او خولیه خدمت میکرد از بدبینی منافقین و دشمنان مارها و کژدمها را در سبد آورده در همون خانه انداختن ریختن. مار و کژدم ریختن در نزد حضرت بیبی رابعه بصری. آنچنان در یاد الله محبت الله مشغول بود که مارها و کژدمها در اطرافی و دور زده اونها ذکر خدا میکرد. در دوری او ایستاده ذکر خدا میکردن و از دوری او هر کدامش با برآمده میرفتن. وقتی که چنین به چشم سر مشاهده میکردن اونها بعد ولی بودن حضرت رابعه باور کردند. دوستان خدا با واسطه ذکرهاشان به مرتبه های اعلا رسیدند. خدا میگوید مردهای ذکر کننده اونهای ذکر الله زیاد میکنند و ذاکراتی خواهرها و مادرهایی که ذکر خدا را زیاد میکنند. خدا چی وعده کرد؟ اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. خدا بیان میکند که خدا برای اونها وعده کرده است، آماده کرده است چی؟ اجر عظیم و مغفرت. مغفرة و اجرا عظیما. اولا مغفرت که اون مردها و اون زنها را الله ذوالجلال همه سهو و خطا و گناهشون را میبخشند، مغفرت میکند. این وعده خدا هست، وعده مخلوق نیست. وعده یگان بنده نیست که بنده وعده کند گاه پشیمان میشد از وعدهش یا وعدهش نیمکاله ادا میکند. اما وعده خدا، در وعده خدا هیچ شکی نیست. کسی به وعده خدا شک بیارد نعوذ بالله کافر میشود. خدا وعده میکند که والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. خداوند مغفرت و اجر عظیم وعده کرد برای مردهای ذکر میکنند و زنهایی که در ذکر الله مشغول هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مثالی ذکر کننده و او بنده که ذکر نمی کند مثل آورد. رسول الله در روایتی ابو هریره رضی الله عنه گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. رسول معظم اسلام در روایتی بیان کرد که مثل انسان هایی که ذکر خدا میکنند، بنده هایی در ذکر خدا مشغول هستند و بنده هایی که در ذکر خدا مشغول نیستند
پیغمبر خدا بیان کرد مثل الحی و المیت، مثال زنده و مرده هستند. یعنی انسان هایی که ذکر خدا در مشغول هستند زنده هستند، اما انسان هایی که در غفلت هستند از ذکر خدا دور هستند اونها به منزله مرده هستند، اونها زنده هم نیستند. اون حیات هم حیات باید نشمارند. یکی از دوستانی الله میگفت زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست، زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست، زنده آن است که با دوست مثالی دارد، زنده آن است که با دوست مثالی دارد. او دوست ما و شما کی است؟ فقط الله است. زنده اون است که با دوست مثال دارد، زنده اون است که دوست حقیقی را میشناسد، زنده اون است که منعم حقیقی را میشناسد. اگر یک کس برای ما شما یک نیکی کنه، یک تحفه بده، هر چی باشد از تحفه همین دنیایی باشد، خواه طلا و خواه پول و خواه دلار و خواه خانه و خواه ماشین و خواه زن و خواه یک چیزی از دنیا باشد، اگر انسان تا زمانی که زنده هست او را قدردانی میکنه که فلانی بسیار آدم خوب است، فلانی بسیار آدم خوب است که به من اینقدر مبلغ داد، فلانی بسیار آدم خوب است که به من ماشین داد یا خانه داد یا فلان داد یا بهمدان داد. اما من این اصلی را بشناسیم، او کسی که به ما و شما چشم بینا داد، او کسی که برای ما و شما پای روا داد، دست گیرا داد، زبان گویا داد، او کسی که ما و شما وقتی که از مادر به دنیا آمدیم در دست ما یگان پول و مال و اشیایی نبود، و دنیا آمدیم عقلی نداشتیم، پوشاکی نداشتیم، ثروتی نداشتیم و ما و شما را تا این روز رسانیم. پس اون منعم اصلی را چگونه ما و شما باید دوست داریم؟ زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست، زنده آن است که با دوست مثالی دارد. زنده اونی را گفته میشه که با دوست مثال دارد. حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه یکی از اولیاهای خیلی هم شناخته از جنید بغدادی بیان میکند که شیطان لعینه در یک معرکه دیدم برهنه، بی لباس برهنه، همش نمایان، شیطان لعینه دیدم. جنید بغدادی قصه میکند و گفتن که ای ملعون، آیا تو شرم و حیا نداری که در بین این مردم خودت برهنه کرده میگردی، دو تاز میکنی؟ میگه شیطان لعین در جواب من، در جواب جنید بغدادی گفت که ای ولی خدا، ای جنید گفت اینها آدم نیستن، گفت من در نزد آدم خدمت میپوشم، اینها آدم نیستن. گفت به چی خاطر؟ گفت آدم ها گفت در فلان مسجد نشستن که قلبی مرا اونها سوراخ کردن، جیگری مرا اونها پاره کردن، از لباس هم برهنه شدم، در فلان موضع اون آدم ها نشستن، اینها آدم نیستن و من برهنه میگردم در راه اینا. جنید بغدادی میگه سراسر من از جان خیستم، اون مسجدی که نام بود به اون مسجد رفتم. وقتی که رفته در اون مسجد نگاه کردم، یک حلقه دوستان الله، ذکر کننده ها، دوستان رسول الله، دوستان خدا در اوج نشسته بودن، سر به مراقبه رفتگی بودن، و دل ذکر خدا در مشغول بودن. ببین که ذکر الله در تنهایی و پنهانی نه آشکارا چگونه مرتبه دارد که شیطان لباسش هم میریخته است در بدنش، قلبش سوراخ میشده، جگرهاش پاره میشده است وقتی که بنده به ذکر الله احد مشغول باشد. جنید بغدادی میگه وقتی که دیدم همان سخنانی بزرگوار و گوهروار به خاطرم زد که ذکری که به زبان باشد ثواب است، فضیلت و مرتبه دارد، اما ذکری که به قلب باشد و صدا نداشته باشد 70 مرتبه اجر پاداشی و بالا و زیاد است. اونهایی که در مسجد نشسته بودن ذکر پنهانی داشتن،
لبها نمیجنبید، در مردم چیزی اونها را مشاهده نمیکرد، اما با مراقبه رفته در ذکر خدا مشغول بود. اکثری از بزرگان ما و شما که از همین مردم تاجیکستان خیلی هم دوستان خدا در ما و شما بودند که در ذکر خدا فرو رفتگی بودند، طریقه خفیه بودند، مثل حضرت ایشان عبدالرحمن جان که در خداوند رحمت و مغفرتش بکند چند مراتب در حالت طالب علمی که دائما با زیارتش میرفتیم، حضرت یک سر پای میکرد، با مراقبه میرفت، به ذکر خدا مشغول بود. وقتی که در نماز پیش می‌درآمد تلاوت قرآن میکرد، فقط ناله از درونش می‌درآمد. تلاوت قرآن نه اینکه فصل عبرت، بلکه به مثل ناله واری از درونش تلاوت قرآن می‌برآمد. چنین دوستای خدا در ما و شما بودند. یا حضرت شیخی در عراق بودگی هم آن چنین همتر شیخی بزرگی بودند، در ذکر خدا، در یاد خدا بودند. دیگر حضرت ایشان احمد خوجا بودند، حضرت ایشان عزیز خوجا بودند که پدر من مریدی او کس است، قبل از تولد ما در مریدی او کسند، تا الحال از پی گفته او تقلید کرده می‌روند. یا در اطراف ما و شما در کلا باشه خیلی اولیاهای بودند، همه به سبب ذکر خدا اونها اولیاء شدند، دوستان خدا شدند، به سبب ذکر الله. و اونهایی که از ذکر الله دور ماندن هیچ مرتبه نیافتن که الحال بیان کردیم که چی بودند. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه یکی از ولیهای خدا بود که عبدالعزیز دباغ اصلا اومی بود، سواد نداشت، از علم قرآن و تفسیر و حدیث خبری نداشت، اومی بود. اما حضرت وقتی که هر یک گوینده ای که بیان میکرد، خواه تفسیر، خواه آیت میگفت، خواه حدیث میگفت، خواه حدیث قدسی میگفت، دهان او را تماشا میدید و میگفت که این حدیث قدسی است، این حدیث صحیح است، این آیه قرآن است، چیزی که از دهان او برآمد. حالا که از قرآن و حدیث از علمی او خبردار نبود، اومی بود. حضرت به چین مرتبه را یافت؟ به مرتبه ذکر، که شب روزن در ذکر الله وقتی که مشغول بود، خدا قلبی او را نورانه کردگی بود، گوشه های دلی او شنوا بود، دیده های دلی او بینا بود. گفتم بعد از کجا تو میدانی؟ دلخواه محدث و عالمی را می آوردن که چنان مولوی های بودن که چندین هزارها هزار، 10 20 تا 100 هزار حدیث میدانستند. وقتی که حدیث های را گوش میکرد میگفت فلان حدیث تو صحیح است و فلان حدیث تو ضعیف است، فلان حدیثی گفتگی تو موضوع است، اصلا حدیث نیست، و فلان حدیث قدسی است، و فلان گفته تو آیت قرآن است. گفتن از کجا درک میکنی؟ حالا که تو قرآن نمیدانی، حدیث نمیدانی. گفت آنچنان در ذکر خدا هستم، دائما در یاد الله هستم که هر کسی که سخن میکند وقتی که به دهانی او نگاه میکنم، اگر آیه قرآنی باشد از چشم دهانی او نور میریزد، نور میافتد، اون مکان همه پر نور میشود. حدیث رسول الله را وقتی که حدیث صحیح بگوید، از دهان او به دیده ها میبینم که از دهان او چشمی و نور میبارد. حدیث قدسی را همچنین، اما سخنی بگوید که او حدیث رسول الله نباشد، پیغمبر او را نگفته باشد، اگر از دهان او بشنوم که پیغمبر گفت، نگاه میکنم از دهان و چشمی و نوری نیست، هیچی نیست. این حضرت عبدالعزیز دباغ و چی این مرتبه کرامات ولیگی رسید؟ به سبب ذکر الله، به سبب یاد خدا. حضرت مولانا ظفر احمد که خیلی هم مصنفی بزرگ است، خیلی کتاب های زیاد در اسلام تصنیف کردگی است. مولانا ظفر احمد میگوید که همراه مولانا محب الدین میگه در مسجد الحرام یک جا بودیم، در مسجد الحرام خانه کعبه، در اطراف مسجد الحرام است، اطراف خانه کعبه نشسته بودیم. حضرت مولانا محب الدین کتاب برآورد که همه کتاب پر از درود رسول الله بود،
همون کتاب همش صلواتی برای پیغمبر، همچنان دلایل خیراتی که ما و شما داریم، اهل آدمای با تقوا دلایل خیرات هر سحر میخونن، کتاب درود برآورد میگه. ظفر احمد مولانا میگه من در نزد او با دو زانوی ادب نشسته بودم، احترامی رو میکردم، خدمتی رو میکردم. یک کسی که چندین کتاب ها در اسلام تصنیف کردگی است. دیگه در دوام خواندنش درودی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوان ناگاه از خواندن ما کتابش پوشید. گفت که ظفر احمد گفت مسجد پر از نور شد، مسجد الحرام، خانه کعبه، مسجد الحرام گفت پر از نور شد. گفت همه آشیانه ها پر شد، همه سر زد. گفت کی آمد؟ کتاب پوشید. میگه به طرف یه درست شب نگاه کرد. من حیران شدم که چگونه پر از نور شد، چیزی من نمیبینم، مشاهده نمیکنم. بعد میگه کتاب پوشید، اندک ایستاد. اندک پس میگه دیدم که حضرت مولانا خلیل احمد نور الله مرقده میگه به مسجد داخل شد و یک طوافی خانه کعبه کرد. با پیش ما آمد. میگه وقتی که مولانا محب دین میگه او را دید، یک تبسم کرد، لبخند کرد و گفت من دانستم که در اینجا کسی آمد که شبان روزان دائما از وجودی و ذکر است، از زبانی و از ذکر خالی نیست. یعنی ببین که دوستان خدا اگرچه چشم پوشیده هم داشته باشند، هوشیار با کتابخوانی هم که باشد، اونها کرامات دارند. اولیاهای خدا که حس میکنند، اونهایی که به ذکر خدا مشغول هستند، با مجردی در مسجد الحرام داخل شدن، الکی فهمید که همه مسجد پر نور گردید، پر نور شد. این چنین صالحین، علمای با تقوا و صالحا، بزرگها وقتی که به خاندان ما و شما قدم که آوردن، همه جین شیاطین از او خاندان دفع می شود، گم می شود، حتی از همون محله نیست و نابود می شود. و همین خاطر بود که این مردم شریف تاجیک پیشتر قبلا هم که بود، علما را خیلی احترام داشتن، خیلی احترام میکردن، خیلی دوستداری میکردن، دعوتی به خانه هاشون میکردن. حتی با خانه هاشون نمیاد، اونها را پیشتاره با خانه هاشون می آوردن که تا که قدمی در خاندان ما برسه که فیض برکتی او در خاندان ما بشود. فیض برکتی ذکری که اونها میکنن، همون ذکر به خودش فیض برکت داره. وقتی که انسان یک علف یا گل وقتی که میبینه، سبز وقتش خوش میشود. با چی خاطر؟ هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له میاد. ذکر گیاه همین است که وحده لا شریک له، خدا یک کس و یگانه است، هیچ شریکی ندارد. و سبب ذکر اون همون نفع ذکری رو وقتی که بنده میبیند، هر یک چیزی که سبز باشد ببیند، در اون یک راحت پیدا میکند، یک حسی راحت در اون پیدا میشود. همچنان که رسول معظم اسلام و نزد دو قبر گذاشتن که صاحبان قبر در عذاب بودند، یک شاخه درخت دو پاره کرد، یک تش در یک تش و شاخه دیگر در دیگریش گذاشت. و چی خاطر؟ به خاطری که تا زمانی که سبز هست، خشک نشیده است، او ذکر میکند و نفع ذکری او با او میت میرسد. عذابی او چی میشود؟ سهل میشود، آسان میشود. ببین که ذکر چگونه مرتبه ها دارد. حضرت اویس قرن یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هست که پیغمبر خدا حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه راوی حدیث بیان میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر ذکر الله حتی یقول المجنون. معاذ بن جبل میگه که پیغمبر خدا گفت که ای امتی من، اکثر ذکر الله، ذکر خدا را همچنان شما زیاد بگویید که حتی در نظر مردم مثل دیوانه شما بتوانید. اما انسان هایی که دائم در ذکر خدا هستند، دائما عاشق الله هستند، در ذکر خدا هستند، در نظر مردم مثل دیوانه میتوانند. دیگه دیوانه هست میگن. لیکن اون نه دیوانه دنیوی، بلکه دیوانه چی است؟
مجنون عشق الله هست، دیوانه عشق الله. حضرت مولوی رو بگی نامش رو بگی جنونی، جنون، دیوانه. اونها دیوانه مست عشق الله بودن. پیغمبر در حدیث میگه که آنچنان ذکر بکنین که شما را گمان کنن که دیوانه هست. دیوانه چی است؟ خود به خود گپ میزنه. یکی از دوستان الله که در همین همسایگی ما و شما بود که همه مردم کلاه میدونست، خدا رحمتش کنه، بابای خلیفه امام، در راه در هر جا که میره فقط لبها میجوشید، لبها میجوشید. خود من خردسالم که بودم میدیدیمش. بعضی از مردم میگریختن که ها بگریز که میزند میکشد فلا بهمدون. نه، در ذکر الله مشغول بود. حالی که کتابات دوستای خدا را که تاریخاشون را که ورق میزنیم، او جنون مست الهی بود است. فقط لبها میجنبید. در ایستادن، در راه رفتن، در هر کجا میشه لبها میجنبید. فکر میکردن مردم که خود به خود گپ میزنند یا با آسمان گپ. نه، او در ذکر خدا بود است. همچنین حضرت ویس قرنی محب الله و محب رسول الله که دیدار رسول الله با او بنده نصیب نشده بود، پیامبر خدا را در دنیا ندید، از دنیا گذشت رفت، همچنان ذکر میکرد که مردم او را دیوانه میگفتنش. کودک ها به سنگ میزدنش. با مسجد که میرفت پایلی کودک ها سنگ شپش میکردن. میگشت میگفت که ای فرزندا، میگفت شما به سنگ خورد بزنین، به سنگ کلام نزنین. اگر به سنگ کلام بزنین طهارت من میشکنه، سری من خون میآید، بدن من میکفه، سری من خون میآید. شما به سنگ خورد بزنین. پای لیش وقتی که به مسجد میرفت کودکا سنگ شپش میکرد. مردم دیوانش میگفتن، ولی نمیدانستن که او کسی هست که حبیب خدا رسول خدا میگفت که از طرف یمن شمال رحمت میآید. ندانستن. پیغمبر خدا رو از طرف یمن وطنیو باد رحمت می آید. اینی لعجید. پیغمبر خدا من می آبم بوی رحمت به مشام من میرسد از طرف یمن. حضرت مولای جنون حضرت بیان میکنند در معدن حال که تمامی اقربا همسایگانش که می خواندند از دیوانگانش، خیش تبار اقربا و همه مردم حضرت ویس میگفتن دیوانه هست. همه بخندن این میگرید، همه که قهقه زدن میخندیدن، مستیگری میکردن. این حضرت او را که میدید آب چشم شش قطار میگریست که ای مسلمان ها، این دنیا جای خنده و جای غفلت و جای قهقه زدن نیست. اگر یک نفر میمود همه میگریستن، او میخندید، میگفت که جانش خلاص از گناه کردن ما. تمامی اقربا همسایگانش که میخواندند از دیوانگانش، به دل شوریده و شوریده رنگی که از طفلان به هر جا خورد سنگی. طفلا به سنگ میزدند. زی خرما چیده هر در راه دانه، فروخته قوت میکردی شبانه. دانه های خرما را میچینید فروخت، با زندگیش میگذران. زی شب طاعت نموده تا سحرگاه، به ذکر و فکر حق با گریه و آه. ببین خواری رنجی اولیا را، همان محبوب روی مصطفی. حضرت جنونی میگه اولیای خدا را ببین، دوست خدا را ببین، محب چهره رسول الله را ببین که به همون درد محبتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت. ببین خواری رنجی اولیا را، همان محبوبی روی مصطفی را. کند پروازگر این مری بیباک، ببینی خیش را در بیشتری خاک. این مری بیباک این روحایی که در بدن، در این جسم های ما و شما است. این جسمی که عبارت از خون است، از پوست است، از استخوان و گوشت است. همون زمانی که روح از این که جدا شد، این میپوسه، بو میگیره، کرمش میزنه. حتی خانواده دوستدارترین شما از نزد شما دور میشود. حتی همسایه شب در بیرون میبراید که وهم است، میگه میترسم. از کی؟ از همین آدمی که
یک ساعت پیش زنده بود و همراه ما و شما بود. ببینید که بعد این مولد چگونه قدرش گم می شود. قدر در روح است نه در جسم. کند پروازگر این مرغی بیباک، ببینی خیش را در بیشتری خاک. از این قالب گر این عنقا زند پر، شوی خاک یا از خاک کمتر. کفی خاکا حضرت مولای جنون ما و شما را گفته ایستاده است. خیال میکنیم که حضرت روحش الحال در نزد ما و شما است. ما و شما را نظاره کرده ایستاده است. ما و شما را گفته است ای کفی خاک، ای یک مش خاک، بسیار باش. کفی خاکا مکن ضایع محل را، بکن در زندگی فکری اجل را. کنی امروز هر کار توانی، بزیری خاک فردا استخوانی. زیبیشتر خیز گو ذکری احد را، که فردا خوابگه سازی لحد را. بجنبانی سر از سختی شیدت، زمجگانت چکیده آب حسرت. نظر هر سو کنی از ضعف چندان، رسد عزراییل در غارتی جان. پیش از مردن و راست نظر میکند میمردگی، و چپ نگاه میکند و راست نگاه میکند و پیش نگاه میکند. هیچ کس به دادی او نمیرسد، هیچ کس به فریادی او نمیرسد. هر کی صدا میزند هیچ کس به یادی او نمیرسد بغیر از الله. نظر هر سو کنی از ضعف چندان، رسد عزراییل در غارتی جان. نفس در غرغره جان در تپیدن، با خود پیچی زی ضربی جان کشیدن. سخنهای جنونی گر بخوانی، عمل سازی و محشر در نمانی. این پند و البته که نصیحت جنونی برای ما و شما هست که از ذکر خدا غافل نباشیم. انشاءالله باز جمعه آینده این باب ذکر دوام میتیم، چون که ما از بحر یک قطره او را هم بیان نکردیم. گذشتگانی که از ما و شما بودن، در ذکر خدا بودن، اولیاهای خدا بودن، دوستان خدا بودن، اونها چی بودن؟ طبقی و مثال یک طبقه بر بالای همین تاجیکستان ما و شما بودن. حضرت ایشان احمد خوجه، حضرت ایشان عزیز خوجه، حضرت ایشان عبدالرحمن جان، حضرت شیخ عراقی، حضرت داملا خوجه، حضرت داملا شریف حصاری، حضرت ایشان ساروان خوجه. هر کدامی همین را در دوره طالب علم هر ماه می رفتیم زیارت میکردیم، دعای بزرگا را میگرفتیم. اینها با منزله یک قلپوش، یک سرپوش بودن. وقتی که همه اینها که از دنیا گذشتن، بعد خرج و مرج پیدا شد، بعد گروه چه ها پیدا شد، بعد آمده به کی کجاها رسید. اینها کیا بودن؟ همچنان که حضرت بیان کرد، حضرت مولانا بیان کرد که اونها با منزله کسانی بودن که وقتی که اون دوست خدا مولانا خلیل احمد که وارد شد به مسجد الحرام که شد، مسجد الحرام پر از نور شد. با خودشان چنین یک کراماتی داشتن، با خودشان یک فضلی داشتن، درجه‌ای داشتن. امروز آنچنان از ذکر خالی هستیم که هر چقدر که بگیم همونقدر خالی هستیم. خداوند جل جلاله عمل کردن بر حقیقت گفته ها و همه ما و شما نصیب و روزی بگرداند و این سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را پر فیض و برکات بگرداند. رهبران مملکت ما را پروردگارا محبت ایمان و اسلام و قرآن را در دلشان جایگزین بگرداند و پروردگارا دوستی و رفاقت همدیگر فهمی را در بین مردم شریف تاجیکستان برقرار و بردوام بسازی. پروردگارا اون بندگانی که یاد اونها را کردیم، اون دوستان ترا که دائما دوست می‌داریم، اونها را یاد اونها را می‌کنیم. خدایا قبرهایشان را پر نور بگردانی، روحانیتشان را شاد بگردانی. فردا روز قیامت همراه فضلا و علما و شهدا محشورشان بگردانی.
و پروردگارا هر که را مراد است مقصود است به لطف کرمی خودت برآورده ای خیر بگردان یا ارحم الراحمین. از جانب یکی خودی نعمت برای دادرشان گذشتگی بدن، خدا رحمتی تحسمانی آوردن، خداوند جل جلاله روحی و دادر یکی خودی نعمت شاد بگرداند و قبرش را پر نور بگرداند و جنت جاودانی را نصیب روزیش بگرداند. کسی گفته است استاد من خواب دیدم که در درون کعبه همراه دو رفیقم نماز بامداد را به جماعت خوانده به آخر رساندیم. با 3 دعایی که بعد از نماز بود آن را ادا کردیم. باز بعد نماز به یکدیگر سلام کردیم. بعد از خواب بیدار شدم. میخواستم تعبیر خواب مرا بیان کنید. انشاءالله تعبیر خواب شما هر کسی که خانه کعبه را در خوابش میبیند یا حج در خوابش میبیند که انشاءالله خدای لایزال او را نصیب روزی میگرداند که یعنی که فرضیت حج به جا میارد و روضه مبارکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انشاءالله که در زندگیش زیارت میکند و خدای لایزال نصیب بگرداند که تمام مردم ما و شما از زیارت خانه خدا و زیارت روضه رسول الله بر خدا بشوند.